دادم و مطالعه نوشته‌های الحادی پرداختم و به بعضی از نوشته‌های الحادی رو در بعضی سایت‌ها قرار دادم تا دیگران هم بتونن ببینن. فعالیت‌های این فرد که دوران تحصیل خود را در آلمان به مدرسه‌ای غیر اسلامی رفته است، زمینه را برای تشکیلاتی که دارای شبکه‌ای سیال و خدمتگزار در سیاست‌های ضد دین است فراهم می‌آورد. اعضای فرقه بهائیت که همواره در پیگیری سیاست‌های ضد ایرانی و ضد اسلامی پیشگام و مقدم بودند، توسط شبکه‌های اطلاعاتی و سیاسی به این پروژه گره می‌خورند و بخش مهمی از این پروژه می‌شوند تا شاید بتوانند از این راه ضربه‌ای را به کامل‌ترین دین آسمانی وارد آورند. و از همین جاست که عملیات گسترده دین ستیزانه از چتروم‌ها کلید می‌خورد. اسفند 87 بود. سراغ چتروم‌های یاهو میرفتم. در درجه اول یه جایی بود به نام 360. از اونجا وارد شدم تا اینکه یک سری دوستایی پیدا کردم. اون ابتدا بیشتر توی روما، توی برنامه چت یاهو مسنجر میرفتم. تو یاهو مسنجر با هم در ارتباط بودم. وارد اینترنت شدم و اولین کاری هم که کردم ساختن آیدی یاهو بود. به طور اتفاقی در یک روزی در یک چترومی بودیم که بحث مذهبی میشد. یه جایی بود مثلا وبلاگ شخصی بود. هر کسی هر مطلب و مقاله داشت اونجا رو صفحش می‌گذاشت. و دوستایی هم داشت که میومدن مقاله‌اش می‌خوندن، در موردش نظر خودشون رو می‌نوشتن. لینکی که می‌ذاشتن تو یاهو مسنجر هم می‌فرستادن که بقیه برن به لینکشون مثبت بدن. وقتی من تو این سایت‌های گفتگو چت که بودم، چترومی بود که مذهبی بود، در مورد مسائل مذهبی صحبت می‌شد. این چتروم‌ها کاربران سایت‌های غیر مذهبی و ضد اسلامی رو معرفی می‌کردن. بین ما یک دوستی برقرار شد. از یک سایتی توسط تبلیغاتی که میشه وارد سایت شدم. بعد رفته از اون طریق من وارد سایت ضد دین شدم. برای دانلود کتاب و مراجعه کردم. به یه سایت ضد دینی برخوردم. قسمت پایین سایت رو نگاه کردم که نوشته بود اگر مسلمان هستید و شیعه هستید به این قسمت مراجعه کنید. یک جایی نوشته بود که از طریق ایمیل هم میتونید عضو بشید. که روی اون قسمت کلیک کردم و وارد یه بخش دیگه شدم که از اون ابتدا شروع میکرد به درس تخریب مواضع دینی و شیعی. کم کم خودم هم وارد بحث‌های اینترنتی شدم. سایت ساختاری که داشت وقتی شما عضو میشدید به عنوان گفتمان یا سوم معرفیتون میکرد که بعد یه ساختار نظامی داشت تقریبا که مثل رده‌بندی درجه بندی نظامی به شما درجه بندی میداد، گفتمانیار یکم، گفتمانیار دوم و همینجوری این لول میرفت بالا تا میشد مدیران ارشد و ادمین. سایتی درست کرده به اسم سایت. از اونجا من وارد سایت شدم، عضو شدم، از طریق همون سایت آشنا شدم. یه آقای نام کاندو آشنا شدم که بعدم اسمش رو به آرش بیخدا تغییر داده بود و مطالبی ضد و توهین به ادیان و مقدسات مطالبی تولید می‌کرد و می‌نوشت. لازم به ذکر است برخی مشتریان این مجموعه در روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی از این افکار هم سر از نشریاتی درآوردند که گرایشات منحرف دارند. این فرد شخصی که سهم بسزایی در تولید و نشر افکار ضد اسلامی و ضد دینی چه در سطح جامعه و چه در فضای مجازی داشته است، اما او و همکیشان اروپایی‌اش از تأسیس چنین سایت‌هایی به راستی به دنبال چه اهدافی بودند؟ اهداف سایت‌های ضد دینی بیشتر تخریب دین بود و بحثاشون هم شبهه افکنی با قصد ضربه زدن، سوس کردن اعتقادات مردمی، ترویج افکار مارکسیستی، مبارزه با ادیان الهی، شبهات دینی ایجاد می‌کردن. تو کوچه یا خیابون این افکار رو ترویج بکنیم، بتونیم یک زنجیره درست بکنیم، کلا به باورهای مذهبی انسان‌ها مخصوصا دین اسلام و مخصوصا عقاید تشیع به دیگه تمسخرآمیز نگاه می‌کردن. می‌خواستن طرف یه طور توجیهش کنن، حالا به هر طور شده، نمی‌خواستن یه جواب واقعا قانع کننده بدن، فراری بدن مردم رو از عقاید مذهبی. این طرح اروپایی سازی اسلام اون چرا که دنبال می‌کرد در واقع ارائه دادن یک چهره دیگری از اسلام بود که کاملا منطبق بر ارزش‌های غربی و لیبرال بود. اول یواش شیعتون رو خراب میکنن، بعد اسلامتون رو خراب میکنن، بعد وجود خدا رو سعی میکنن که زیر سوال ببرن. سایت خودش اینطور معرفی کرده بود که کل مقاله و کتابا
ویدیو، سخنرانی، هر چیز دیدیم تو اینترنت باشه رو جمع میکنه. ولی که محتواش 99%ش رد دین اسلامه. شعار اصلی سایت وقتی که وارد سایت اصلی صفحه اصلی سایت شدید این شعار میاد. ما میخوایم به حساب یه مسلمان مقید به یه مسلمان سکولار، آدم بیدین مرتد تبدیل بشه و در آخر هم یه آدم بیدین به یه بی خدا و دین ستیز تبدیل بشه. حالا این اهداف باید در فضایی بجز سایت‌های تخصصی ضد دین نیز نشر و گسترش پیدا کنند. طرحهایی از طرف دین ستیزان مطرح می شود تا شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها را هم وارد بازی کثیف غربی‌ها و پیاده نظام‌های آنها در فضای سایبر کنند. فکرمونی بود که تبلیغ کنیم. اولین پیشنهادی که شد از طرف خود آرش به خدا بود که گفت تو شبکه‌های اجتماعی عضو شید. من و چند نفر از کاربرا دیگه عضو شدیم. طرح بعدی که پیشنهاد شد از طرف ناخدا بود که پیشنهاد داد وبلاگ نویسی کنیم. اکنون نوبت سایت‌ها و گروه‌های سیاسی تابلودار برانداز مخالف جمهوری اسلامی ایران است تا وارد میدان شوند. سومین طرحی که به حساب مطرح شد، البته به صورت علنی نبود، تو پیام‌های خصوصی خود من رفتم تو سایت بالاترین عضو شدم. جریانات سیاسی مختلف اپوزیسیون مثل کمونیست‌ها، فرزند طرف‌ها، انجمن پادشاهی، جنبش تندر و به اصطلاح جمهوری‌خواها، همه اینها نقطه مشترکشون در این بود که بین مردم و مذهب فاصله بندازن. این مدیر ارشد سایت‌های ضد دین حوزه فعالیت خود را یک بار دیگر به سمت جامعه گسترش می‌دهد و در این راه با فردی آشنا می‌شود که از یک کشور اروپایی دیگر در ایران معمول شده. آشنا شدم با شخصی به نام که الان پناهنده شدن به یکی از کشورهای خارجی و این مبلغ مسیحیت بود. آدمایی بودن مال گروه‌های به اصطلاح متال باز و شیطان پرست و افراد کاملا ضد دین. اومد به اینها یک سری مطالعاتی داد، اینها رو شروع کرد به شکل یک گروه ضد دینی بار آوردن. اینها رو کوه می‌برد، اینها رو مسافرت شمال می‌برد، اینها رو به خونش دعوت می‌کرد، برای اینها خرج می‌کرد، برای اینها مواد مخدر می‌خرید، ماریجوانا می‌خرید، کوکائین می‌خرید به قیمت‌های گزاف و با وجود اینکه خودش استفاده نمی‌کرد این مواد رو، ولی برای اینا سینیوار اینها رو در اختیار می‌گذاشت، در حالی که مثلا اون موقع شاید هفته 300-400 هزار تومان خرجش اینها میشد و این کار رو می‌کرد و اینها رو دور خودش جمع کرد و بعد یهو هم غیبش داد بدون اینکه هیچ اثری و خبری ازش باشه. اما افراد دین ستیز و تیم بهایی که اهدافی مشترک با آنها را در فضای مجازی دنبال می‌کردند، فقط افکار دیدینی را در دنیای سایبر پی نمی‌گرفتند و در این راه توهین به عزیزترین مقدسات مسلمانان را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهند. سایت‌های فارسی که در رد اسلام وقتی می‌خونی تقریبا 99% مطالبشون ضعیفه، سخیفه. یه اسمی باشم به اسم کمالیسم یا شتو پرستی. کاری که من انجام میدادم بیشتر به حالت طنز بود. به اصطلاح خودشون طنز میگن که طنز اشکالی نداره، میشه همه چیزی به طنز گرفت. جز توهین و فحش و نمیدونم تمسخر چیز قوی ندارن. آیات رو به حساب میساختن مثلا که نوشته‌هایی بود به فرم سوره‌های قرآن. اما ببینید و بشنوید از ترفندهای این گروه انحرافی برای مخفی نگاه داشتن هویت خود در فضای مجازی. یکی از به حساب مهمترین چیزهای دغدغه‌هایی که ما داشتیم حفظ هویتمون بود که لو نره. ما از هویت‌های مستعار استفاده می‌کردیم. هیچ کس هم حق نداشت با اسم واقعی خودش رجیستر کنه. یه اسم مستعار خانم رفته بودم من تو این گروه. همه کاربرا نام مستعار داشتن. تعدادشون یه نفر بودن با چند تا اسم. ما حدود 6 تا آیدی داشتن. آیدی‌های گوناگون رو می‌ساختن و پیش می‌رفتن. القاباشون اکثرا هم القابای بی خدایی بود. اسما رو هی تون عوض می‌کردن. آرش بی خدا، یسنا بی خدا، کوروش بی خدا، ناخدا. هر کسی که می‌خواست مناظره کنه در جبه اسلام و یا خدا آرش با آیدی‌های گوناگون میومد. اسمم عوض کردم با اسم پسر رفتن. هویتم در فضای مجازی امیر ملحد نیست. این فصل در آن زمان به پشتوانه راهکارهای پیشنهاد شده از سوی همفکران اروپایی خود تمامی اعضای گروه را از اینکه هویت و آی پی آنها مخفی و غیر قابل پیگیری است مطمئن کرده بود. تو نوشته‌هایی که آرش بی خدا می‌زد میگفت این سایت غیر قابل شناسایی و رصد. امنیت سایت در حد بسیار بالاییه و نه قادر اینکه کسی اینو هک کنه و نه اینکه
شناسایی بکنن کسی رو. که میگفت ناشناس میمونید و مرتبا آی پیتون عوض میشه. همیشه میگفت که آی پی عوض میشه و هیچ کس نمیتونه آی پی رو پیدا کنه. کاملا محرمانه وارد سایت میشیم. از چیزایی که آی پی مون رو به حساب مخفی کنه استفاده میکردیم. به اینجوری ردتون رو نمیتونن بگیرن، شناسایی نمیتونید بشید. برای ورود به سایت از پروکسی ها استفاده میکردیم که این پروکسی ها باعث میشد آی پی هامون عوض بشه. سعی میکرد که به کاربران یاد بده که چجوری مخفی بمونن روی اینترنت و ناشناس بمونن که از طرف دولت ایران شناسایی نشن. فکر کنم خیلی کارمون از ضریب امنیت بالایی داره. قابل ذکر است که از همان آغاز و ابتدای فعالیت این گروه در سایت‌ها مجاهدان خاموش کشور تحقیقات را شروع کرده، اما به واسطه کدگذاری و رمزنگاری‌هایی که این حلقه در انجام فعالیت‌هایشان انجام می‌دادند، هیچگاه تصور نمی‌کردند که روزی در دام اطلاعاتی چشمان بیدار حافظان این مرز و بوم گرفتار آید. مبلغان بیدینی در فضای مجازی با بهره‌گیری از نرم افزارهایی که به گفته خود آنها انجام هر گونه عملیات رهگیری را غیر ممکن می‌ساخت، سعی داشتند تا تمامی فعالیت‌های منطبق با افکار بهائی‌ها و شبکه‌های میسیونری را پی بگیرند، غافل از اینکه مجاهدت‌های خاموش و بی‌وقفه مدافعان دین اسلام هرگز اجازه نخواهد داد تا آنها به مقاصد خود دست پیدا کنند. ولی خب همونطور که می‌بینید من یکی از کسایی بودم که از همین تکنیک‌ها استفاده می‌کردم و الان روبروی شما نشستم. من هیچ وقت این تصور نمی‌کردم که شناسایی شده باشم. مثلا خودم هم فکرش نمی‌کردم روزگاری اینجا باشم. فکر نمی‌کردم به این آسونی دستگیر بشم و زیر نظر باشم. مشغول این مطالب بودم تمام وقت تا اینکه در حین کار در فضای مجازی دستگیر شدم. اما کلام آخر اون عقیده خود من نبود، عقیده بود که به ملغا میشد. هم فکر می‌کردم در وادی حقیقتم. در فطرتم هم چیزی بود که میگفت که نه، حقیقت چیز دیگریه. ولی اون قسمت‌هایی که اینا میگفتن پس و پیش هم داشت. این سایت‌های ضد دینی که به ما میگفتن به ما خیلی صدمه زد. و این مستند هشداری است به خانواده‌های ایرانی در خصوص ضرورت نظارت بر فعالیت‌های فرزندانشان در اینترنت که فضای نامحدود را پیش روی کاربران می‌گذارد. افتادن در مسیر تباهی سایت‌های دینستیز فرجامی جز پشیمانی و رسوایی ندارد. وقتی من دستگیر شدم مهمترین نگرانی و دغدغه‌ام این بود که خانواده‌ام متوجه بشن که من چه کارهایی انجام دادم، چه کارهایی کردم و بفهمن اتهام من چی بوده که دستگیر شدم.